سلام دوستای خوبم. امروز میخوایم درباره قوانین طلایی کسب و کار صحبت کنیم، اما به زبانی ساده و بامزه با مثالهایی از خر. اگه به اینجور مطالب علاقه‌مندی، لطفاً ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. قانون اول، خر مردد هرگاه خری در فاصله مساوی بین دو منبع غذا قرار بگیره، اونقدر بین انتخاب یکیشون تردید میکنه که شاید از گرسنگی بمیره. نتیجه، گاهی انتخاب بین چند گزینه تأثیر زیادی نداره، پس وقت رو تلف نکن و سریع تصمیم بگیر. عمل بهتر از فکر زیاد بی نتیجه است. قانون دوم، خر لجباز. دو خر توی یک مسیر باریک رو به رو هم قرار میگیرن و برای عبور باید یکی کمی کنار بره. ولی هیچ کدوم حاضر نمیشن عقب نشینی کنن، در نتیجه هر دو گیر میمونن. نتیجه، برای رسیدن به نتیجه خوب، گاهی باید امتیاز بدی. دنبال راه حل برخورد باش، نه لجبازی. در کسب و کار، نه مثل خر مردد باش، نه مثل خر لجباز. هوشمند، سریع و منعطف عمل کن. اگه از این ویدیو خوشت اومد، حتما لایک کن و نظرتو کامنت بذار. سابسکرایب هم فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، موفق باشی.